سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم داخل این ویدیو بهتون یاد بدم چه شکلی یک فن خنک کننده برای گوشی خودتون درست کنید. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. داخل ویدیو دیدید که بقیه میان از اینو درست میکنن، چسب حرارتی میزنن به گوشی، میگن اصلا خراب نمیشه. من رفتم درست کردم، میکنه. حتی اگه گوشیتون چیز باشه این شکلش کنین از وسط جیر میخوره. اینا الکیه. خیلی خوب، برای ساخت یک فن خنک کننده گوشی فقط نیازه که 2000 years later. گوشی خودتون رو بزنید تو فریزر. بهترین روش. حالا یه روش دیگه ای هم هست. Later. میتونید برین یک بطری درشو ببندین داخل فریزر بذارید، توش حتما آب کنید. وقتی آبش یخ زد میخواین پلی بدین، میرین مثلا داخل لابی اینجایی مثلا گوشی رو میذارین روش، بعد مثلا بازی استارت خورد، دارین وارد بازی شدی، گوشی رو ورم دارین بازی میکنید، باز مثلا مردین، منتظرین که یارتون شما رو ریو بده، اینو اینجا میذارین، بعد دوباره دارین بازی میکنین، باز برش میدارین. این شکلی گوشیتون همیشه سرد میمونه. برای اینکه بیشتر سرد میمونه حتما قاب گوشی رو وردارین. این هم یکی دیگه. یا هم میتونین که یه پلاستیک فریزر وردارید، داخلش رو پر آب کنید، آب سرد. بعدش وقتی بازی تمام شد گوشیتون رو بندازین روش سرد شه، بعدش برش دارین. خیلی خوب بچه ها، اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک و چنلمو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.